کودکان امروز پدران و مادران فردا هستند. در زمان صاحب استقلالی مملکت تحت تشبث و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامان رحمان در حیات و زندگی کودکان و نورسان تحولات جدی به میان آمده. امروز کودکان و نورسان کشور در بهترین شرایط در کشور صاحب استقلال دنیوی و حقوق بنیاد زندگی می‌کنند. سلام بینندگان و هواداران تلویزیون تاجیکستان. برنامه تاجیکستان و جهان است که از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌گردد. ما در این برنامه عاید به حیات و فعالیت کودکان و نورسان در دوران صاحب استقلالی کشور سخن خواهیم گفت. متوجه باشید به سرخط گزارش‌ها. کودکان کشوری آباد و آرام، تاجیکستان و حفظ حقوق کودکان، دستگیری نسل نورس در راه رسیدن به کمالات انسانی در اساس تفکر وطن دوستی و خویشتن شناسی. آفتابکم چیگونه میسیگونی بابونه سبسبیدی نازنی آچگانی من بانی. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزادی من. وطن به من مادر است، با جانم برابر است. مقدسات وطن چو دل مرا در بر است. ما نشان و ما درفش و ما سپر داریم، ما کلاهی سربلندی را بسر داریم. در سرودی خویش آهنگی ظفر داریم، پیشوای قهرمان و راه برداریم. کلم نشوم که اسکری میروم، میپوشم از سری خود من کلاهی خوش دارم. وطن وطن سرشتی من، بهشتی من، بهشتی من، سرم فدای نام تو که هستی سرنوشتی من. همصحبتان ما هستند دانیار سنگینزاده، دکتر علم‌های حقوق شناسی پروفسور، و شهباز شاه سیدزاده، نامزد علم‌های حقوق شناسی. واقعا در دوران صاحب استقلالی کشور در حیات و زندگی کودکان تغییر و تکامل جدی به میان آمد و کودکان و نورسان کشور که امید آینده درخشان تاجیکستان می باشند امروز در بهترین شرایط تحصیل میکنند. حکومت کشور برای پیشبرد تفکر و جهانبینی کودکان تأمین شرایط برای رشد و نموی آنها تمام امکانیت‌ها را عملی می‌نماید. شما درباره حقوق و آزادی‌های کودکان و نورسان در دوران صاحب استقلالی کشور چی ابراز عقیده دارید؟ امروز اگر در دوام 30 سال استقلالیت دولتی ما از زمینه‌های حقوقی تأمین حقوق و آزادی‌های کودکان سخن نماییم، باید تاکید نمود که سرچشمه اولین و در سطح عالی معین کننده حقوق و منفعت‌های کودکان به واسطه کنسول جمهوری تاجیکستان می باشد. چون که باب دوم کنسول جمهوری تاجیکستان حقوق و آزادی انسان و شهروند را مقرر می کند و معیارهای الهیده آن به کودکان روانه گردیدند. این هم باشد به واسطه اولا تامین نمودن حقوقهای شخصی و حقوقهای مال و ملکی کودکان توسط والدین آنها می باشد. باید تاکید نمود که در زمینه این معیار کنسیونی در جمهوری تاجیکستان قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول کرده شد و در زمینه این قانون هم حقوق‌ها عاید به تربیت، هم عهده‌داری‌ها عاید به تربیت و حقوق و عهده‌داری‌ها عاید به تعلیم پررو و مشخص کرده شد. از جمله تاکید می‌گردد که موافق قانون مذکور پدر و مادر عهده‌دارند هنگام تولد شدن فرزند در دوام 3 ماه با او نام گذارند و شهادتنامه قید تولد آن را گیرند. یعنی از این برمیآید که در برابر مقرر شدن عهده‌داری‌های پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند مکانیزم تامین حقوق‌های شخصی کودک از جمله حقوق به نام الکی جای دارد. در برابر این تاکید نمودن ضرور است که موافق به قانونگذاری عمل کننده یعنی مجموع سندهای معیاری حقوقی مشخص جای دارند که در برابر دارای خصوصیت‌های اونیورسالی به مانند کنسول جمهوری تاجیکستان آنها دارای خصوصیت‌های مخصوص نیز میباشند.
аз ҷумла хусусиятҳои махсусро мо метавонем вобаста ба қонунҳои алоҳида ё ин ки кодексҳое ки дар айни ҳол дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул шудааст мавриди баррасӣ қарор диҳем. Масалан, дар асоси кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз кӯдакон низ ҳуқуқ ба кор доранд. Онҳо метавонанд ҳамчун тарафи шартномаи меҳнатӣ баромад кунанд, чунки синни умумӣ ба ҳайси корманд баромад намудан ҳамчун тарафи шартномаи меҳнатӣ агар 15 бошад, дар ҳолатҳои истисноӣ бо розигии волидайн ва берун аз вақти таҳсил аз синни 14 ва аз он поёнтар низ кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон иҷозат додааст. яъне он маъноро дорад ки гуфтаҳои мо сабабаш дар он аст ки кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз мафҳуми кӯдакро дар худ фаро мегирад ва ба санадҳои байналмилалӣ ки ин мафҳумро пешбинӣ мекунанд мутобиқ аст. яъне эъломияи ҳуқуқи башар, паймонҳои алоҳида ва конвенсия оид ба ҳуқуқҳои кӯдак ки имрӯз кӯдакро нафаре эътироф мекунанд ки ба синни 18 нарасидааст ва дар кодекси меҳнатии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамин нафарон ҳуқуқҳои муайян бинобар бастани шартномаи меҳнатӣ дода шудааст. ҳамин гуна муқаррароти мушаххасро мо метавонем дар кодекси граждании ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор диҳем, чунки дар он ҷо пешбинӣ мегардад ки нафарони то 7 сола кадом намуди аҳдҳо баста метавонанд, нафарони то 14 сола ҳуқуқи бастани кадом номгӯи аҳдҳоро доранд ва аз 14 то 18 сола. яъне имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари санадҳои дорои хусусияти умми ҳатмӣ, дорои хусусияти оммавӣ, санадҳои махсусе ҷой доранд ки онҳо махсусиятҳои ин ё он намуди фаъолият, кор ё ин ки бахшро ки дар он кӯдакон ба фаъолият машғул ҳастанд вориди муносибатҳои ҳуқуқӣ мегарданд пурра танзим намудаанд. дар имрӯзи шароити навини ҷаҳонӣ дар бисёре аз давлатҳои олам кӯдакон дар зери бори масъулият, дар зери сояи ҷанг, хушунат, бадбахтӣ, хонавайронӣ ба сар мебаранд. дар бисёре аз кишварҳои минтақаи шарқи наздик ба Афғонистон кӯдакон ҳамчун сипари ҷангӣ истифода мешаванд. умуман поймол гардидани ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдакон дар сатҳи дунё мушоҳида мешавад, новобаста ба кишварҳои аврупоӣ, новобаста ба кишварҳои осиёӣ, новобаста ба кишварҳое ки дар минтақаи шимоли африқо ва шарқи наздик қарор доранд. ва кӯдаконеро имрӯз мо мебинем ки дар хаймаҳои муҳоҷирону паноҳҷӯён дар Австралия, дар баҳри миёназамин, дар аврупо, дар кишварҳои арабӣ, кишварҳои шарқи наздик қарор доранд. кӯдаконеро мебинем ки дар роҳи паноҳҷӯю муҳоҷират ҷони худро аз даст доданд ва ё дар умум вазъияти ҳуқуқ ва озодии кӯдакон дар дунё яъне ногувор дониста шудааст ки инро созмони милали муттаҳид, созмони юнисеф ва дигар ниҳодҳои ҳуқуқии ҷаҳонӣ эътироф намуданд ва таъйид намуданд. вобаста ба ин дар қиёс дар даврони истиқлоли тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияти фарзанд, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак қабул шуд. шумо дар бораи нақш ва ҷойгоҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар замони 30 соли истиқлол ба афкор ва зеҳни кӯдакони наврасони тоҷикистон чӣ андеша доред? кӯдак табақаи осебпазири ҷомеъ маҳсуб меёбад. давлат ва ҳукумати тоҷикистон ин воқеиятро дарк карда аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолият баҳри таҳкими ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон нақша чорабиниҳои зиёди ҳуқуқиро таҳриҷиро намуда истодааст. имрӯз кафолатҳои ҳуқуқӣ дар сатҳи дахлдор дар ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон мавҷуд аст, зеро қонунгузорӣ гражданӣ, оилавӣ, меҳнатӣ, ҷиноятӣ, мурофиаи ҷиноятӣ бевосита ҳуқуқу манфиатҳои кӯдаконро ҳифз мекунанд. аз ҷумла қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд аз ҷумлаи ҳуҷҷатҳои муҳим мебошад ки бевосита ҳуқуқу манфиатҳои беҳтарини кӯдакро ҳифз менамояд. қонуни зикршуда маҳсури хирад ва адалофарии пешвои муаззами миллат буда баҳри таҳкими ҳуқуқу манфиатҳои ҷомеа нақши муассир дорад. мо шумо медонем ки бе таълиму тарбия ҳифз намудани манфиатҳои кӯдакон ғайриимкон аст. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон дар сатҳи дахлдор таъмин аст. дар паёми соли 2020 пешвои миллат иброз доштанд ки гарчанде ки вазъияти ҳуқуқи нафарони осебпазир аз ҷумла номбар карданд, ятимон, бепарасторон, кӯдакон ва шахсиёни эҳтиёҷманд дар сатҳи маҳал беҳтар шудааст. ҳоло бояд кӯшиш кард ки ҳарчи зудтар аз ин ҳам хубтар шавад. таҳлилҳои илмӣ нишон медиҳад ки дар шароити имрӯза
تنها کفالت دادن و حفظ و منفعت‌های کودکان روی حل نیست. کفالت مفکوره‌روی در جای اول می‌ایستد. کودکان در اکثر مناسبت‌های حقوقی همچون سوبیکت مناسبت‌های حقوقی برآمد می‌کنند. این هم شرافت استقلال است. شما اگر کمتر به تاریخ تشکل حقوقی کودک نظر کنید، کودک اول همچون ابجکتی مناسبت ها برآمد میکرد، بعدا ابجکتی مناسبت های دولتی برآمد کرد. با شرافتی به دست آوردن استقلالات دولتی در تاجیکستان کودک همچون سوبیکتی مناسبت های حقوقی برآمد میکند. در تمام سمت فعالیت حقوقی و معیاری آن همچون سوبیکت برآمد میکند، از حقوق خود دفاع میکند. به خاطر حمایت نمودن حقوق و منفعت‌های کودکان مقامات های مخصوص گردانده شده، تأسیس داده شده است که وظیفه آنها هماهنگسازی مقامات دولتی میباشد که به واسطه حقوق و منفعت‌های کودکان را در سطح دخلدار تامین نمایند. تشکل و انکشاف حقوقی کودک در جمهوری تاجیکستان در یک صورت کیهانی حرکت دارد در تاجیکستان، اما در عمل تطبیق نمودن آن از دانستن و عملی نمودن حقوق یک شهروند وابستگی دارد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک، ماده 11 قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق کودک میگوید هر کودک حقوق دارد که در شرایط ارزنده در محیط سالم زندگی کند، چون که عائله سالم یگانه مکان است که فرزند سالم به وایده میرساند. وقتی فرزند سالم به وایده رسید، آینده ملت و دولت درخشان است. اگر عائله سالم فرزند ناسالم را به وایده رساند، آینده ملت و دولت در خطر است. پیوسته پیشوای ملت در برنامه خود تاکید میکنند که اساس پایداری جامعه این عائله سالم است. امروز قانونگذاری در سطح دخلدار حقوق و منفعت‌های کودکان را کفالت داده است. مسئله تطبیق نمودن آن از صلاحیت و دانستن حقوق و آزادی‌های هر یکی ما و شما وابستگی دارد. قیاس وضع کودکان تاجیکستان با کودکان جهان خود نشان می‌دهد که امن و آسایش استوار در تاجیکستان یکی از دستاوردهای عزیز و مقدس کشور ما در سمت آینده سازی کودکان محسوب می‌گردد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ حقوق‌های کودک بار دیگر بعضی از پدران و مادران را که برای کودکان خود به مسئولیتی را پیشه میکنند و یا ناعادلانه در بین آنها رفتار میکنند هشدار میدهد که همه فرزندان در زندگی با حقوق و آزادی های مشترک و برابر برخوردار میباشند. طبق آمارهای رسمی حالا زیاده از 35% اهالی تاجیکستان را کودکان تشکیل مینمایند که این قدرت بزرگ تن صحت و سالم بودن ملت تاجیک را به جامعه جهان معین و مشخص مینماید. دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در سمت بالا بردن حقوق و آزادی کودکان و نورسان و احترام آنها به عنوان نسل آینده سازی کشور صاحب استقلال خود از ثمره‌های مهمی دوران صاحب استقلالی تاجیکستان شهادت می‌دهد. زیرا استقلال دولتی و وحدت ملی در تاجیکستان امکان فراهم نمود که کودکان به تعلیم و تربیت فرا گرفته شده و فضای آرام و آسوده برای به کمالات معنوی و انسانی رسانیدن آنها تأمین گردد. از اینجاست که در زمان صاحب استقلالی کشور و پس از وارد شدن جمهوری تاجیکستان به مرحله رشد استوار تعداد مؤسسه های تعلیمی و مکتب اینترنت ها در سراسر تاجیکستان بنیاد گردید. زیاد شدن سال به سال باغچه های کودکانه، مؤسسه های تعلیمی و مکتب های تحصیلات میانه و کسبی، لیتسه ها، گیمنازیه ها، میدانچه های ورزشی برای هدایت و فرا گرفتن کودکان با ورزش و تربیت جسمانی، همین طریق ترغیب و تشویق کودکان کشور بهر اشتراک در مسابقه های علمی داخلی و بین المللی، تیار کردن ورزشکاران خردسال در بین کودکان بهر معرفی تاجیکستان به جامعه جهان خود دستاوردهای مهم جمهوری تاجیکستان در دوام 30 سال صاحب استقلالی تاجیکستان به حساب می رود. همین طریق بنیاد و افتتاح مکتب اینترنت های زمانوی برای کودکان دارای معیوبیت و یتیمان کل در گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جمله تدبیرهای جهانی و بشردوستانه جمهوری تاجیکستان در زمان صاحب استقلالی کشور به حساب رفته این اقدامات بشردوستانه تاجیکستان را به حیث کشور مدافع حقوق و آزادی کودکان و محافظ بهداشت و سلامتی روح و روان نسل نورس
برای این بخش اهالی که در سراسر جهان به حیث بخش آسیب پذیر دانسته می شوند به تمام سازمان های حامی حقوق بشر معرفی می نماید. زیرا در دنیایی که هزاران مکتب و مدارس به کام آتش رفته و ویران می گردند و کودکان زیاد جان خود را از دست داده و بخش زیادی آنها از استقلال و آزادی محرومند، سرور دولت ما برای کودکان و نسل نورس تاجیکستان مؤسسه های تعلیمی زمانوی با تمام تجهیزات های تکنیکی و معاصرش می سازند و شرایط ارزنده را برای رشد امروز و آینده این نسل آینده ساز فراهم می آورند که این اقدامات حیات بخش خوشبختی کودکان کشور و عموماً سربلندی و سعادتمندی هر یک فردی تاجیکستانی صاحب استقلال است. باید همگان شکر همه این شکوفایی و پیشرفت را بجا آوریم تا کودکان ما در این جهان پرتهدید و بی‌ثباتی های فکری و اخلاقی اطلاعاتی و اینترنتی دور از ناامیدی فکری، خشونت و رو افتادگی باشند. برای به سعادت رسانیدن کودکان و نورسان هر پدر و مادری با آر و با ناموس و با وجدان و با وقار باید مسئولیت شناس باشد و تمام تشبس‌های، اقدام‌ها، دستگیری‌هایی که از جانب پیشوای ملت محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان روانه شده است، این به خاطر بنیاد آینده درخشان ملت است، یعنی ساختن آینده به خاطر نسل آینده سازی ملت، به خصوص در دوران استقلال در سطح وضع دموگرافی تاجیکستان تکامل جدی به میان آمد. امروز بخش عمده ساکنان تاجیکستان را کودکان تشکیل می‌دهند. بخش عمده و مهمی دستاوردهای جمهوری تاجیکستان در دوران 30 سال استقلال این به حیات و فعالیت کودکان روانه شده است. بنیاد مکتب و مدارس، یعنی مرکزهای آموزشی در تمام نقاط تاجیکستان، بنیاد باغچه‌های کودکانه، بنیاد مکتب‌های طلبات معیارهای جهانی و بین المللی، همه به خاطر کودکان و نورسان روانه شده است که این هم دستاورد بزرگی دوران 30 سال استقلال محسوب می‌گردد. شما در مورد مسئولیت انسانی پدران و مادران امروز تاجیکستان که جهان به حد در حال بحران قرار دارد، پدر و مادر باید در سرنوشت کودکان بی‌طرف نباشند. برای اهل جامعه، برای جامعه شهروندی، برای آموزگاران چی توصیه می‌دهید؟ در موردی که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند قبول کرده شد، پیشوای ملت در برآمد خود تاکید نمودند که مقصد از قبول قانون مذکور از مد نظر تعلیم و تربیت والدین دور نماندن فرزندان یعنی کودکان است و باید تاکید نمود که قانون مذکور امروز هم عهده‌داری ها در بخش تربیت و هم عهده‌داری ها در بخش تعلیم را به ذمه هر یک پدر و مادر واگذار نموده است و آنها هم باشند از لحظه تولد فرزند، یعنی هنگامی که تولد می‌گردد گرفتن شهادتنامه قید نکاح، شهادتنامه تولد فرزندی آنها، بعداً به باغچه‌ها جایگیر نمودن فرزند، به تمام تجهیزات تعلیمی و موادهای تعلیمی تأمین کردن فرزند، در برابر آن دادن آزادی‌ها بهر انکشاف روحی و جسمانی فرزندان میباشد. اگر امروز از نگاه کنسیل جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی ما نظر افکنیم، میبینیم که یک شعار خیلی خوب در قانونگذاری مورد تنظیم معیاری قرار داده شده است که آن است که هر پدر و مادری که کودک خود را خوب تربیت نموده است در ایام پیرانسالی همین نگاه و بین، همین تأمینات را میتواند از فرزند خود طلب کند و تغییر و علاوه هایی که سال 2016
به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان وارد کرده شد. بار دیگر هم والدین را عهدهدار نمود که کودک خود را تعلیم و تربیت نمایند، از نگاه مادی و معنوی او را پورا سالم به وایه رسانند و در برابر این هنگام پیرانسالی والدین از تأمینات فرزند خود، از تأمینات مادی نگاهبین فرزند خود علیه حقوق پیدا نمودند و همون فرزندانی که من بعد در تأمینات والدین سهم نمیگذارند نسبت آنها جوابگری پیش بینی کرده شده است. از این برمیآید که امروز هر یک پدر و مادر قدم‌های استوار خود را هنگام پیشبرد فعالیت از جمله تعلیم و تربیت فرزند باید در زمینه ماده‌های قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند گذارد و هر نقطه‌ای که در این قانون پیش بینی شده است آن باید همچون معیار حتمی جهت اجرایش عملی کرده شود. در برابر آن گفتن ضرور است که هر والدینی که امروز این مسئولیت را اجرا نمی کند نسبت آنها در اساس کودکس حقوق ویرانکنی مأموری و کودکس جنایتی جوابگری پیش بینی شده است. از این برمیآید که هر والدینی که خود را احترام می کند اعضای کامل حقوق جامعه خود را می حسابد باید در تعلیم و تربیت فرزند مسئولیت را پورا به ذمه گیرد. قابل ذکر است که در برابر پایتخت مملکت همساله در تمام شهر و نواحی، دهات دوردست و ولایت‌های کشور مرکزهای خدمترسانی، آموزشگاه‌ها، باغچه‌های کودکانه، لیسه و مؤسسه‌های تعلیمی جوابگو به همه معیارهای جهان معاصر بنیاد می‌شوند که در غایه این هدف‌های بزرگ تنها غمخواری به کودکان، کمالات و حفظ حقوق‌های آنها قرار دارد. شناخت واقعی وضعیت سنگین امنیتی و سیاسی و بهداشتی کودکان سیاره امروز شهروندان جمهوری تاجیکستان، پدران و مادران، آموزگاران و خادمان علم و فرهنگ کشور را وادار می نماید که در راه تعلیم و تربیت فرزندان هدایت آنها به شناخت حقیقت‌های حیات، علم و دانش، تفکری سازنده و بنیادکار، بی‌طرفی و سهل انگاری نکنند و فرزندان که نور چشم دولت و ملت و نسل آینده سازند برای دعوت نمایند که راه رستگاران، وطنداران، خشتن شناسان و انسان دوستان باشد. از آن نگاه که در جامعه صاحب استقلال، کشوری آرام و آسوده، دولت حقوق بنیاد و ملت سربلند تاجیک فضا و وقت روشن و امکانیت‌های مساعد برای نسل نورس به خصوص کودکان فراهم شده و دری آرزوهای هر یکی ما باز است و حالا وقت فرا رسیده است که ما همگان برای به وای رسانیدن کودکان همچون امیدی درخشان آینده ملت و وطن تلاش نماییم، یعنی تلاش‌های سازنده، تلاش‌های آینده نگر، تلاش‌های درخشان و تلاش‌های ابدی برای حفظ استقلال و آزادی ابد در کشوری آباد و آزاد تاجیکستان. در بسیاری از جامعه‌های جهانی امروز عائله همچون ارزش، حرمت و عزت بین پدر و مادر و فرزندان از بین رفته ایستاده است. این هم تأثیر ناگوار زمان جهانی شدن. در جامعه تاجیکستان خوشبختانه عائله همچون ارزش باقی مانده است و حرمت بین پدر و مادر و فرزندان باقی مانده است و با این هم ما تأثیرهای روانی را به افکار و ذهن کودکان و نورسان و خانواده‌های تاجیکستان مشاهده میکنیم، زیرا این تأثیری جهانی شدن است. برای پدران و مادران عموماً اهل جامعه کشور، جامعه آباد و آزاد، زیایان، روشنفکران و اهل علم و فرهنگ چی توصیه میدهید؟ زیرا وضعیت در منطقه و دنیا با یک سرعت بلند در حال تغییر پذیری است و ما این نسل و این دستاورد بزرگی دوران استقلال، کودکان و نورسان و این سرمایه های بزرگ انسانی را باید محافظت کنیم و تقویت دهیم. در جامعه که
انسانیت ارزش خود را از دست داده است، البته این تاثیر جهانی شوی است. اما هر شخص سالم فکر و داننده تمدن خویش، هر فرهنگ و تمدنی که از جانب غیر پیشنهاد می شود البته از غلبه تمدن می گذراند، بعدا آن را در عمل تطبیق می کند. از نیست یاد جامعه را کودکان تشکیل می دهند. اگر چی قدری که بی‌اعتنایی کنیم، از نگاه کفالت‌های مفکوروی، کفالت‌های اخلاقی شور آنها را پر نکنیم، آینده نزدیک چی انتظار است به همگان معلوم است. بر ضمن آنه که قانونگذار حقوق و منفعت آنها را کفالت داده است، باید جامعه اخلاقی تفکر آنها کارکرد شود، با تفکر آنها از نزدیک آشنا شد. آن چیز جای خالد کاشتن همه چیز آسانتر است. وقتی تفکر از مدنیت غرب پر شده باشد و از مدنیتی که انسانیت در آن ارزش نداشته باشد پر شده باشد، برای او پدر مادر هم هیچ ارزش ندارد. با این خاطر به کل پدر مادران خواهش کرده گفتنی هستم که پیش از آن که فرزنده را به این یا آن کار راهنمایی میکنید، مفکوره آنها را غذای معنوی انسانیت و تمدن بشری پر کنید، بعدا راهنما برای از خود کردن علم و دانش‌های دیگر روانه سازید. ما باید از روی وجدان دستاوردهای 30 سال استقلال را نسبت به کودکان باید نادیده نگیریم. این دستاوردهای گرامی می باشند، زیرا تمام اقدام‌ها و زحمت‌های حکومت کشور تحت اراده پیشوای ملت محترم امام رحمان به خاطر همین نسل روانه کرده شده است که یک نسلی آزاده و پاک و جهانبین و با معرفت و با خیرات و با فرهنگ به وی برسند. واقعا هم دستاورد 30 سال استقلال در حیات و فعالیت کودکان و نورسان مایه افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است. بخصوص تأمین صلح و آرامی و ثبات سیاسی در تاجیکستان صاحب استقلال خود دستاورد بزرگ ملت تاجیک است که این هم یک شادی و لبخند و سعادت و سربلندی کودکان در دنیای ناآرام امروز شهادت می‌دهد. وقتی رسید است که پدران و مادران، آموزگاران و تمام جامعه فرهنگی و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان نسبت به تعلیم و تربیت کودکان و نورسان بی‌طرف نباشند، آنها را با علم‌های زمانه آشنا سازند، بخصوص تکنولوژی پیشرفته معاصر، علم‌های دقیق، ریاضی و عموما علم‌های جامعه شناسی و انسان شناسی باید دعوت و هدایت سازند. تشکر به یک صحبت صمیمی. واقعا بینندگان گرامی، کودکان و نورسان امروز تاجیکستان امید و گنج‌های قیمت‌بهای امروز و آینده کشور صاحب استقلال تاجیکستان میباشند. با امید آبادی وطن، سعادت ساکنان تاجیکستان، خدمت برای حفظ شرف پاک انسانیت، اینجا برنامه تاجیکستان و جهان به پای میرسد. همیشه هم قدم وحدت و اتحاد باشید، زیرا اتحاد ما این قدرت ماست.